سلام عرض ادب خدمت همه. خدا کنه همه شما جوری صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، اینا بخیر ما میلیونر شدم. و این متن کامل برای شما میخوانم. سعی کنین دوستای عزیز فریب چنین اشخاصی را نخورین. گفته سلام علی آرمان، من از مترجم استفاده میکنم تا بهتر ارتباط برقرار کنیم. من در جستجوی کسی به این نام خانوادگی آرمان بودم. بنابراین وقتی نمایش شما را در فیسبوک دیدم تصمیم گرفتم شما را اضافه کنم و این پیام را برای شما بنویسم تا ببینم چگونه میتوانیم با یکدیگر کمک کنیم. من آقای چوانرونگ هستم، یک افسری بانک اینجا در بانکوک تایلند با بانک یونایتد خارج از کشور UOB. من فکر میکنم که آرزوی خدا این است که اکنون با شما روبرو شدم. من در حال انجام یک بحث تجاری مهم هستم که میخواهم با شما در میان بگذارم که معتقدم برای شما جالب خواهد بود، زیرا در ارتباط با نام خانوادگی ملیت شماست و شما از آن بهره خواهید برد. یکی از مرحوم آلین آرمان، شهروند کشور شما که در اینجا در بانکوک در تجارت طلا فعالیت میکرد، در سال 2007 یک سپرده ثابت نزد بانک من به مدت 107 ماه تقویمی به ارزش 5,500,000 دلار آمریکا در تاریخ سررسید داشت. برای این سپرده آخرین 22 ژانویه 2014 بود. متاسفانه آرمان آلین یکی از قربانیان مرگ در 3 آوریل 2020 کووید 19 بود. مدیریت بانک من هنوز از مرگ او اطلاعی ندارد. من از این موضوع اطلاع داشتم زیرا من افسر حساب او بودم و او در هنگام افتتاح حساب به هیچ کدام از خویشاوندان وارث اشاره نکرد و ازدواج نکرده بود و هیچ بستگانی پیدا نشد. هفته گذشته مدیریت بانک من جلسه‌ای برای بررسی تایید بانکی برای یادداشت حساب‌های سپرده غیر فعال متروکه داشت. من میدانم که این اتفاق خواهد افتاد، به همین دلیل است که به دنبال وسیله‌ای برای رسیدگی به این وضعیت بودم، زیرا اگر مدیران بانک من مرگ او را کشف کنند، بانک وجوه را برای مدیران ارشد آنها به اشتراک میگذارد. بنابراین من نمیخواهم چنین اتفاقی بیفتد. به همین دلیل وقتی مشخصات شما را دیدم خوشحال شدم. به به. من اکنون به دنبال همکاری شما هستم تا شما را به عنوان فرد بعدی وارث حساب معرفی کنم، زیرا شما از نام خانوادگی و ملیتی مشابه با او دارید و دفتر مرکزی بانک من با کمک من حساب را برای شما آزاد میکند. هیچ خطری وجود ندارد. معامله تحت یک ترتیب قانونی انجام می شود که از شما در برابر هر گونه نقض قانون محافظت میکند. ما باید پول را مطالبه کنیم و سپس به مدیران بانک اجازه دهیم آن را به سمت خود هدایت کنند و بین خود تقسیم کنند. من آدم حریصی نیستم، بنابراین پیشنهاد میکنم سرمایه ها را به اشتراک بگذاریم. 50-50. حکومت 50-50. میدانم که سهم من از پول به من کمک میکند تا شرکت خودم را که رویای من بوده هست راه اندازی کنم. نظر خود را در این مورد به من بگویید و لطفاً اطلاعات را محرمانه نگه دارید. هنگامی که پاسخ فوری شما را از طریق آدرس ایمیل زیر دریافت کردم، جزئیات بیشتری را به شما خواهم داد. پست الکترونیک با احترام، ایمیل من است. به به. اینه بخیر ما میلیونر شدم. دوستان عزیز، اگر این فریب چنین اشخاصی را نخورین. دیگه من به خاطر این ویدیو را ساختم و در اشتراک گذاشتم که شما از این اتفاقات آگاه باشین. بخیر و سلامت باشین. وقت شما خوش، موفق و با عزت باشین.